سلام. اگه در فصل پاییز از افسردگی فصلی رنج میبری یا دچار حساسیت‌های فصلی هستی، اگه میخوای میوه‌های خاص این فصل رو بشناسی و از بهترین میوه‌هاش عقب نمونی، این کلیپ رو تا آخرش ببین و منو همراهی کن. من دکتر مصطفی ناک هستم و از اینکه با تو هم زبون و هم سیاری عزیزم صحبت میکنم خیلی خوشحالم. فصل سرما و کاهش دمای هوا به معنای آغاز و شیوع بیماری‌های مانند انواع سرماخوردگی‌ها، آلرژی فصلی و افسردگی هاست. این تغییر فصل‌ها پیام خاصی رو برای همه ما داره. تغییر 4 فصل در هر سال به معنای اینه که ما دچار یک نواختی در سبک زندگی هامون نشیم و تلاش کنیم با تغییر شیوه زندگی جلوی ورود بیماری‌های مختلف رو بگیریم. این تغییر در عادات تغذیه‌ای و رفتاری در سبک زندگی هامون میتونه ما رو از ابتلا به بیماری‌های مختلف در امان نگه داره و با توجه به یک سری نکات جزئی فصلی بدون ابتلا به بیماری‌ها رو برای ما ایجاد بکنه. از دید طب سنتی هر فصل سال مزاج خاص خودش رو داره و با ایجاد تغییر متناسب در تغذیه و برخی از رفتارهامون از تمام بیماری‌های فصل پاییز و یا فصل زمستان میتونیم در امان بمونیم. بدیهی هست که با تغییر فصلها لازم هست نوع غذاها و سبک زندگی هامون کمی تغییر کنه، همونطور که از گذشته و میراث پیشینیان ما این رو ثابت میکنه. ماه هفتم یا مهر ماه رو ماه ایلول، ماه هشتم یعنی آبان ماه رو تشرین اول و ماه نهم یعنی آذر ماه رو تشرین دوم مینامیدند. مزاج فصل پاییز سرد و خشکه، چون حرارت هوا کم میشه اما میزان رطوبت هوا به اندازه زمستون زیاد نیست. در ادامه این کلیپ میوه های مناسب این فصل رو معرفی میکنیم. انار، انگور، انجیر، سیب، به و گلابی بهترین میوه های فصل پاییز هستند. فصل پاییز همونطور که گفتیم دارای طبع سرد و خشکه. به همین دلیل غلبه خلط سودا و به تبع اون افسردگی ها افزایش شدیدی پیدا میکنه. خدای متعال 2 میوه گرانبها رو در این ماه قرار داده: انار و گلابی، که هر دوتایشون برای رفع افسردگی و سودا بسیار میتونن مفید باشن. جالبه در آفرینش هر فصلی میوه های متناسب با اون فصل به ثمر می نشینه تا آدمی بر اساس نیازهای جسمی خودش از میوه ها استفاده کنه. محققان طب سنتی بر این عقیده و باورند که انار به عنوان یک میوه بهشتی از این جهت در فصل پاییز به بار میاد. علتش این میتونه باشه چون فصل پاییز فصل خزان درختان و گرفتگی آسمان و روزهای کوتاه، شبهای طولانی و مهاجرت پرندگانه و برای جلوگیری از افسردگی و نگرانی دانه های انار بسیار مفید بوده و موجب شادابی میشن. ضمناً باید بدونیم در این فصل از یک سری از میوه ها باید دوری کنیم. پاییز وقتی که میاد باید از زیاده روی در مصرف میوه های سرد و تری که در تابستان هستند، مانند خیار، مانند هندوانه و غیره پرهیز کرد.